اون چه در جامعه ما در گوشه و کنارگاهی اتفاق میافتد، کسانی جمع میشوند تا حرفی بزنند، کسان دیگری به جان اونها میافتند. این در خط درست انقلاب ما قرار نمیگیرد. این منافات با آزادی های اساسی و سیاسی دارد. همه برادران مسلمان، همه خواهران مسلمان، همه مؤمنان به این انقلاب باید بدانند که فضای جامعه اسلامی فضای بازی است، فضایی است که صاحبان اندیشه های مختلف می توانند سخن خود را و عقیده خود را ابراز کنند. در مقابل حجت و دلیل قاطع هیچ اندیشه‌ای نمی تواند تا به مقاومت بیاورد. به جنگ افکار رفتن فقط با بیان فکر و اندیشه ممکن است ولا غیر. این که کسانی بخواهند به شیوه هایی متوسل بشوند به کسانی حمله کنند، اونها را مورد آسیب قرار بدهند، یقینا این بر طبق روال و رویه اسلامی نیست. این مقدمات بلبشو و آنارشیسم در اجتماع است و این مقدمات اختناق و استبداد است. اون وقت هر قدرتی این بهانه را میتواند پیدا بکند که کسی را به جرم این که و به بهانه این که نمیتواند فضای آزاد رو استنشاق کنه گلویش را بفشارد، او را از میدان آزادی سیاسی براند. اما از سوی دیگر اون کسانی، اون گروههایی و اون افرادی که احساس میکنند سخن اونها در جامعه ممکن است مورد عکس العملها و مقاومتها قرار بگیرد، باید بدانند که زمینه تشنج را زدودن وظیفه بزرگ اونهاست. همه گروه ها، همه احزاب، همه دستجات، همه افراد، همه چهره ها و شخصیت ها باید بدانند که فقط خود اونها نیستند که حق حیات و حق گفتن و حق اظهار عقیده کردن دارند. این حق متعلق به همه است، متعلق به عموم ملت هست و همه میتوانند از اون استفاده کنند.